بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا من كتاب بناء الأفعال. إنك ما درسوي خضرة دوام بدهم از كتاب بناء الأفعال در فن صرف. مصنف می‌فرماید الباب الثالث فعل يفعل موزونه فتح يفتح وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق، وهي 6: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو فتح زيد الباب، ومثال اللازم نحو ذهب زيد. خب اینک درسی گویم میگرفتگی ما و شما باب سیوم بود است. الباب الثالث یعنی باب سیوم از چند باب؟ از 6 باب. فهمیدید؟ زیرا که ما حالا 6 بابی ثلاثی مجرد گرفته ایستادیم. فهمیدید؟ باب سیوم از 6 باب این فعل یفعلو بوده است. فعل یفعلو اگر اهمیت دادگی باشد هر دو عین، یعنی هم در ماضی عین فتح دارد و هم در مضارع خیلی که میفرماد. موزونه فتح یفتح، یعنی فعل هایی که به این وزن میفرایند فتح یفتح، ذهب یذهب و دیگر فعل ها. اکنون میفرماد که و علامته ان، یعنی علامته باب سه، که این باب سه از دیگر باب ها به چه فرق میکند؟ ان يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع، یعنی عین فعل را میبیند فتحه دارد هم در ماضی و هم در مضارع. ماضی گفته زمانی گذشته را گویند و مضارع گفته زمانی چه حاضر و آینده را گویند. نه، اکنون این باب سه یک خصوصیت دارد که از دیگر باب ها به چنین خصوصیت یا که گویم به همین شرط فرق میکند. گفته است که بشرط ان یکون عین فعله او لامه واحدا من حروف الحلق. دیده چی میفرماید؟ یعنی به شرطی که عین فعلی همین باب سه یا که لامش یکی از حرفهای حلق باشد. یعنی گفته ایستاده است که تمام فعلهایی که در باب سه میبینید اهمیت دادگی باشه در روبروی عین یا که در روبروی لام یکی از حرفهای حلق آمدگی است که ویها از چی عبارت می باشند؟ وی حرفهای حلق خیلی که در تجویدم ویها رو گذاشتیم 6 تا می باشند: ح، خا، سیوم چی؟ عین، چهارم غین، پنجم ه، ششم همزه می باشند. فهمیدیدم؟ نه. اکنون میفرماید در دوامش. خب از مثالاش هم میبینیم. و بناؤه، یعنی بنای باب سه از چی عبارت است؟ میفرماید که ایضا نیز للتعدیتی، برای چی؟ برای مفعول طلب بود است. برای تعدیه یعنی که مفعول طلب بود. غالبا یعنی بیشتر فعل هایی که در باب سه میبینید ویها مفعول طلب می باشند. نه. وقد يكون لازمه، بعضا می شود لازم. مثال المتعدی، یعنی مثال فعل متعدی نحو فتح زید الباب. فتح فعل است، زید فاعل است، الباب مفعول به. دیدید که فتح چی بوده است؟ خب مفعول طلب بوده است. یعنی تأثیر همین فعل از فاعل به مفعول به گذشت، یعنی از زید به الباب. و در برابر یک چیز دیگر خاطرسون کردنی هستم که فتح بر وزن فعل. ببینید که در روبروی لام ح آمده ایستاده است چون که باب سه است. خب
نحو مثال لازم بینه، مثال لازم، مثال فعلی لازم. نحو ذهب زید، رفت، کی رفت؟ زید. ذهب بر وزن چی است؟ بر وزن فعل است. در روبروی عین بینید حرفی ها آمده شده است، یا که ها، ذهب، همون ها در روبروی عین می باشد. بنابراین در اول گفت که به شرطی که همون فعل هایی که در همین باب هستند میبینید یکی از یعنی که حرفای حلق وجود دارد یا در روبروی عین یا که در روبروی چه لامی همین فعل. این بود یعنی گویم بابی سیوم. طریقی صرفش انشاءالله باید گرفتگی باشد، نگرفته باشد یعنی میفرستونم، اینو آسان است. مثلا خب فتح فتحوا، فتحت فتحتا فتحنا، فتحت فتحتما فتحتم، فتحتي فتحتما فتحتن، فتحت فتحنا. يفتح يفتحان يفتحون، تفتح تفتحان يفتحن، تفتح تفتحان تفتحون، تفتحين تفتحان تفتحن، افتح نفتح. شما باید که اکن این فتحه که نویستگی تیار است برای شما. ذهب را چنین صرف میکنه، ذهب ذهب ذهبوا تا آخره، یذهبوا یذهبان یذهبون، تذهبوا تذهبان تا آخره. با همین یعنی که درس امروزه با آخر رسید. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.